که ما قول دادیم که در سیاست دست نمیزنیم و ما در سیاست دست هم نزدیم. ما فقط من حیث یک اینفلوئنسر، من حیث یک خبرنگار، من حیث یک فعال رسانه‌ای رفتم در ایران و حمایت خود را از اسلام اعلان کردم و اسلام هیچ ربطی به سیاست نداره. و وقتی که یک مسلمان از دین خود حمایت میکنه، وقتی که یک مسلمان از چیزی که اعتقاد داره حمایت میکنه، آیا او جرم است؟ جرم نیست. و این که میگن در سیاست دخیل نشو، چگونه یک انسان میتونه که در این جهانی که پر از ظلم است در سیاست داخل نشه؟ امروز من چطور میتونم آرام زندگی بکنم، بسیار راحت باشم، وقتی که کودکان همسن و سال ما، کودکان مثل ما در ایران، در لبنان، در فلسطین شهید میشه؟ آیا اونا در سیاست دست داشتن که شهید شدن؟ نه خیر. ولی وقتی که میبینی که این گونه از جهان، آیا میتونی آرام زندگی بکنی؟ نمیتونی. پس وقتی که در این دنیا در سیاست دست نزنی و نظر خود را نگویی، من حیث یک فعال رسانه‌ای، پس هیچ ارزشی نداره که تو در رسانه باشی. امروز ما رسانه هایی را داریم که بی معنی فعالیت میکنن، ولی وقتی که در رسانه بودی و بی‌طرف بودی، اصلا از نظر من شایسته نیست، چون که هر رسانه‌ای باید طرفدار حق باشه و یک چیز است که میان حق و باطل بی طرف ها بی شرف هستند. چون وقتی که میدونی یک چیز حق است، باید ازش حمایت بکنی، چون اگر حمایت نکنی تو رسالت خبرنگاری خود را بیان نکردی. بعضی از دوستان میگن که تو ایران رفتی ولی هیچ از مهاجرین نگفتی، از درد مهاجرین نگفتی. ما همیشه رسالت خبرنگاری، رسالت رسانه‌ای خود را بجا کردیم. حتی وقتی که مهاجرین از ایران رد مرز شدن آمدن به افغانستان، ما در هرات، دقیقاً در مرز اسلام قلعه، در همو گرمی شدید سالگیری خود را در میان مهاجرین افغانستان برگزار کردم که واقعا برای ما جای افتخار داشت. ما وقتی که بالای مهاجرین ظلم شد، برنامه ساختم بر علیه ایران و همین دقیقاً در صفحات اجتماعی هست، شما میتونین برین ببینین. یعنی ما در هر زمانی حمایت خود را اگر امروز از ایران اعلان میکنم، چون که ایران امروز حق است و اسلام را اون نمایندگی میکنه. پس ما از اسلام حمایت کردیم و هر کشوری که اسلام را سربلند بکنه ما از امون حمایت میکنم و این چیزی است که حق است و هیچ وقتی ما از این چشم پوشی نخواهم کرد.